برای تولید یک محصول سالم که قابلیت صادرات و رقابت با سایر کشورهای تولید کننده رو در بازارهای جهانی داشته باشه، باید میزان سموم کشاورزی در محصول ما در حد مجاز باشه. با توجه به اینکه الان به برداشت محصول نزدیک هستیم، سعی کنین برای کنترل آفت پسیل پسته از سموم کشاورزی استفاده نکنید. به جای اون از صابون‌های محلول پاشی یا ریک‌ها برای کنترل آفت استفاده کنید. و اگه در باغ جمعیت خیلی بالا هست، مجبور هستین که از سموم استفاده کنید، حتما از سمومی که دوره کارنس کوتاه مدتی دارن استفاده کنید و برداشتتون رو طوری تنظیم کنید که حتما دوره کارنس سم رو محصول ما طی کنه تا بتونیم قدرت رقابتمون رو در بازارهای جهانی حفظ کنیم.